سلام، اومدیم با داستان پادشاهی فریدون. فریدون چون بر ضحاک تازی چیره شد و بر جهان فرمان روا گشت، در آغاز ماه مهر به رسم کیان تاج بر سر نهاد و جشن مهرگان را مرسوم ساخت و مردم را به سور و سرور دعوت کرد. پادشاهی او 500 سال به درازا کشید و در روزگار وی ایرانیان سختی ندیدند و بر مردم ستمی نرفت. جشن مهرگان پادشاهی فریدون تو ماه مهر هستش، با پادشاهی فریدون اومده. فرانک مادر فریدون چون از پیروز شدن پسرش آگاه شد، برای نیایش به درگاه خدای تعالی سر و تن بشست و پروردگار یکتا را ستایش کرد. آنگاه زر و سیم بسیار به درویش بخشید و ذخایری که داشت نزد پسر فرستاد. فریدون از کار مادر دلشاد شد و او را ثنا و همزبان با بزرگان خدای را سپاس گفت که چندین نعمت و آسایش و راحت ایشان را ارزانی داشته است. پس گرد پادشاهی و کشور به گردش در آمد. بدیها را زدود و بیخ بیدادگری ها برکند و گیتی را چون بهشت آراسته کرد. پس به تمیشه آمد. تمیشه یا جاییه و آنجا را کرسی و مرکز حکومت خود قرار داد. چون 50 سال از پادشاهی او سپری شد، دارای 3 فرزند گشت. از 2 خواهر جمشید، از قصه قبلی شنیدیم که 2 خواهر جمشید دیگه با این ازدواج کرد. 2 پسر از شهرناز و 1 پسر که از آن 2 کهتر بود از ارنواز، یعنی کوچکترینش از ارنواز بود، 2 تا بزرگتره از شهرناز بود. هر 3 در کنار پدر بالیدن و به حد مردی رسیدن و با آنکه پدر هنوز نامی برای هیچ یک نگزیده بود، چنان شده بودند که با پیل و شیر برمی آمدن. خیلی بزرگ شده بودن ولی هنوز اسم واسه شون نذاشته بود. پس فریدون اندیشه کرد که برای ایشان همسران شایسته برگزیند. به جندل از نامداران درگاه خود دستور داد که به اطراف و نواحی سفر کند و هر جا 3 دختر نژاده و خوبروی و عفیف از خاندان بزرگان بیابد او را آگاه سازد. جندل بدین نیت روی به راه آورد و به سرزمین‌های بسیار سفر کرد و سرانجام به یمن رسید و خبر یافت که سرو شاه یمن 3 دختر دارد، آنگونه که دلخواه فریدونه، همونی که میخواست. ناز پرورده و از پرده پای به در ننهاده. نزد او رفت و با شیرین سخنی و رساندن درود از فریدون به مقصودی که داشت اشاره کرد. سرو به ظاهر از پیام فریدون خرسندی نشان داد، اما در باطن دلتنگ شد و جدا کردن فرزندان عزیز را از خود دشوار و ناگوار یافت. جندل را به جایگاه نیکو فرود آورد. آنگاه با بزرگان کشور رأی زد. آنان گفتند موافق نیستیم که به هر پیامی از جای بروی و چون بید از هر باد بلرزی. اگر با دادن دختران به پسران فریدون موافق نیستی، سپاه گرد می آوریم و با او نبرد می کنیم. شاه یمن نظر ایشان را نپذیرفت و تدبیرشان را خردمندانه نیافت. اندیشید که باید از راهی دیگر درآید تا فریدون را از قصدی که کرده است منصرف کند. پس به جندل گفت که به شاه فریدون پیام من برسان که با پیوند دختران و با فرزندان او بدان شرط موافقت می کنم که هر 3 را نزد من فرستی تا هم به دیدارشان شاد شوم و هم هنرشان را بیازمایم. و پنداشت که مگر فریدون به این شرط تن در ندهد و از عزمی که کرده بازگردد و او خود محتمل جدایی دختران نشود. جندل با این پیام بازگشت و فریدون را از آنچه سرو خواسته بود آگاه ساخت. فریدون پسران را به حضور خواست از نیت خود در یافتن همسران مناسب برای ایشان و از 3 دختر شاه یمن از شایستگی همسری آنان را دارند و پیام پدر ایشان سخن گفت و خواست که آماده رفتن به یمن شود. پسران شاه آماده سفر شدند، یعنی که فکر میکرد رد میکنه ولی رفتن. پیش از رفتن پدر آنان را اندرز داد که هوشیار باشید و چون نزد شاه یمن رسیدید بدانید که وی به آزمایشتان خواهد پرداخت. از جمله آزمایش ها آن که 3 دختر خود را آراسته نزد شما خواهد آورد و از شما خواهد خواست که بگویید کدام دختر به سال دیگران بزرگتر و کدام کهتر است و شما باید بدانید که دختر کهتر را در کنار برادر بزرگتر و دختر بزرگتر را در کنار برادر کوچکتر خواهد نشاند و میانه در کنار برادر میانی خواهد نشست. پسران با این تعلیم و تعلیمات دیگر پدر راهی
یمن شدند و به درگاه سرو رسیدند. شاه یمن آنان را به اعزاز تمام فرود آورد و برای ایشان مجلس آراست و دختران را دستور داد آراسته به مجلس بیایند و به همان ترتیب که فریدون پیش بینی کرده بود در کنار آنان بنشینند. پس به پسران فریدون گفت از جمله شروط این پیوند آن است که شما بگویید کدام دختر کهتر، کدام میان سال و کدام بزرگتر است. پسران فریدون به نحوی که پدر تعلیم داده بودند پاسخ گفتند. سرو چون پاسخ آنها را درست دید اندیشید که باید برای برهم زدن پیوند خویشاوندی راه چاره دیگری بجوید. پس در پایان مجلس بزم و میگساری شب هنگام دستور داد که زیر درخت گلفشان در کنار استخر جایگاه خواب جوانان را آماده ساختند و چون شاهزادگان آنجا به خواب رفتند به جادوی سرما و برف و بوران پدید آمد. اما پسران فریدون باز به تعلیم پدر آن افسون را باطل کردند. یادتون هست که فریدون یه تعلیمایی از یک افسون یاد گرفته بود، حالا به پسراش هم یاد داده بود. و سحرگاه که سرو آنجا شتاف بدان امید که میهمانان را از سرما فسرده و زیر برف مدفون بیابد دید که همگی تندرست و سالم در کنار آب زلال برکه آرمیدند. دریافت که افسون بر ایشان کارگر نیست. ناگزیر به پیوند زناشویی آنان با دخترانش رضا داد و آنان را با هدیه‌های نفیس نزد فریدون فرستاد. در میان راه فریدون به جادوی به شکل اژدهایی برابر فرزندان آمد و خواست دلیری و هنرمندی و پایداری ایشان را بیازماید. نخست به سوی پسر مهتر رفت. او چون اژدها را بدید با خود گفت پرهیز از خطر کار خردمندان است و از رویارو شدن به اژدها دوری جست. فریدون به سوی پسر میانی حمله کرد. آن پسر نخست غرشی کرد و خواست که با اژدها درآویزد، اما باز اندیشید که صلاح کار در دوری جستن از خطر است و بدین اندیشه از پیکار با اژدها روگردان شد. فریدون بر پسر کوچکتر ظاهر شد. آن پسر شمشیر از نیام برکشید و بر اژدها حمله برد. فریدون چون چنان دید از چشم او غایب شد و به جایگاه خود آمد. پسران با دختران شاه یمن و هدیه‌های ارزنده که همراه داشتن از راه رسیدند و پدر با مهربانی آنان را منزل داد و به شادی باز آمدنشان مجلس بزم آراست و سپس خواست که هر یک را نامی دهد. پسر بزرگتر را که در مقابله با اژدها راه سلامت پیش گرفته بود سلم نامید و پسر دوم را که با دلیری ظاهر شده اما به مقابله خطر نرفته بود تور نام داد و پسر کوچکتر را که برای رزم هیچ دودلی آماده گشته و با دلیری روی به مقابله با خطر آورده بود به ایرج مسما ساخت. آنگاه زن سلم را آرزوی و زن تور را آزاد خوی و زن ایرج را سهی نامید. سپس از اخترشناسان خواست که به طالع پسران بنگرند و آیندهشان را چنان که خواهد بود بیان کنند. طالع سلم مشتری بود با قوس و طالع تور اسد با خورشید، اما طالع ایرج کشف بود و ماه که حکایت از خونریزی و آشوب داشت و سپهر را بر او آشفتگی و بیداد. فریدون از آن سرنوشت سخت اندوهگین گشت. اگر قسمت اول رو گوش داده باشید در مورد این ماه‌ها و سیارات یه چیزایی گفتم که حالا این بیشتر طالبینیه که مثلا اسد با خورشید یکم خوبه، مشتری با قوس خیلی خوبه دیگه، ولی کشف با ماه خیلی چیز خوبی نیست، ناپایداره، یکم بیشتر باید در موردش جدا بخون آدم. ولی خودش هم گفته که سرنوشت سخت اندوهگین داره اون پسر سومیه. پس جهان را میان فرزندان بخش کرد. ناحیه مغرب که روم بوده را به سلم داد و او را با لشکری آنجا فرستاد و تور را به ناحیه مشرق فرستاد تا فرمان روای آنجا باشد و ایران را به ایرج سپرد و به مرکز حکومتش روانه ساخت. بر این تقسیم چندی گذشت و فریدون به سالخوردگی رسید. به گذشت زمان اسد بر سلم و فرمانروای روم چیره شد از اینکه ایران را پدر سهم فرزند خردتر خود کرده است، پسر ارنواز. به خشم آمد. پس به تور برادر دیگر پیغام فرستاد که پدر در تقسیم ممالک بر ما ستم روا داشته و کشوری چون ایران را به خردترین فرزند داده و نسبت به دو پسر دیگر
که از او به سال مهتر بودند عنایت نکرده است. تور با رسیدن این پیام در کینه‌ورزی با برادر مهتر خود همداستان شد و بر آن نهادند که نزد هم آیند و پیامی برای پدر فرستند و ناخرسندی خود را اظهار دارند و از او بخواهند در تقسیمی که کرده است تجدید نظر کند. فرستاده دو برادر نزد فریدون آمد و پیغام آنان را رسانید. فریدون از کوته‌بینی پسران دلتنگ شد و پیامی سرزنش آمیز به ایشان فرستاد. آنگاه ایرج را خواست و او را از پیام برادران و نیت بدشان آگاه کرد. ایرج قصد کرد که نزد برادران رود و آنان را به یکدلی و مودت و مهر بخواند و برای از میان بر کدورت موافقت کند که به سود آنان از سلطنت ایران کنار رود. این هم خیلی ساده بود. فریدون کوشید تا پسر را از این قصد باز دارد، اما چون ایرج بر عزم خود مصمم بود ناگزیر از موافقت شد، ولی اندرز داد که سپاه همراه برد مبادا برادران گزندی به او رسانند. ایرج این اندرز را نیز نپذیرفت و گفت به نیت سازش و دوستی و جلب محبت برادران می رود، نه به جنگ و درگیری. پدر بر پاکدلی او آفرین گفت و او را با نامه‌ای نزد برادران فرستاد و نوشت که ایرج را گرامی دارند و نیت پاک او را قدر نهند و حرمت تقسیمی را که خود کرده است نگه دارند. برادران با سپاه از ایرج استقبال کردند. ایرج در چشم سپاهیان آن دو بزرگ آمد. او را مظهر شجاعت و بزرگی دیدند و بدو سخت توجه کردند. این توجه سپاهیان به ایرج بر کینه سلم و تور افزود و آنان را به وحشت افکند. پس به سراپرده در آمدند، با برادر درشتی آغاز کردند و ایرج هرچند کوشید تا دل آن دو را بر خود نرم کند و بر سر مهر آورد نتوانست. تور با آشفتگی و خشم از کرسی که بر آن نشسته بود برخاست و آن را بر سر ایرج فرو کوفت و بی آنکه توجهی به زاری برادر و بیگناهی او کند خنجر از میان موزه بیرون کشید و سر او را از تن جدا ساخت و آن را در تابوتی نهاد و نزد پدر فرستاد و خود به جایگاه خویش رفت و سلم به روم بازگردید. فریدون بر سر ایرج که بیگناه کشته بود زاری کرد و با بزرگان و سپهسالاران سوک او بداشت، اما خردمندی به وی اجازه نداد خود به خونخواهی پسری بر پسران دیگر بتازد. پس در شبستان ایرج جستجو کرد. زنی را یافت که مورد محبت ایرج بوده است و از ایرج بار داشته. او را نواخت و در حمایت خود گرفت و چون دوران بارداری او طی شد دختری زاد. فریدون آن دختر را پرورد تا به سن بلوغ رسید. سپس او را به برادرزاده خود پشنگ داد و از آن پیوند پسری متولد شد. حالا اینجا یادتون باشه پشنگ و داستانه بعدی. نام او را منوچهر نهاد و در پرورش او اهتمام بسیار کرد و چون به عرصه رسید فنون جنگی و آداب رزم و بزم و شاهی به وی آموخت. پس منوچهر پسره نوش شد دیگه. حالا نوش الان میاد دیگه چیز میکنه. پس منوچهر الان میاد وسط. و در پرورش او اهتمام بسیار کرد و چون به عرصه رسید فنون جنگی و آداب رزم و بزم شاهی به وی آموخت تا نیرومند پرهیخته شد. پس او را با سپاهی گران همراه سردارانی کار آزموده و جنگاور چون قارن هم یادتون باشه، کاوگان و سام نریمان هم یادتون باشه به جنگ سلم و تور فرستاد. خبر این لشکرکشی به سلم و تور رسید. هر دو هراسان شدند. نامه پر از خواهش و لابه به پدر نوشتن و از کرده خودشون اظهار پشیمانی کردن و بخشایش خواستن. فریدون پاسخی تند به دانان نوشت که این از لابه پیش از کشته شدن ایرج بایستی کرده میشد. بر من روا نبود که خود انتقام خون ایرج را بگیرم، اما اینک از نژاد او مردی به عرصه رسیده است که میتواند انتقام خون نیای خود را بگیرد. چون پاسخ درشت فریدون با آن دو رسید از بخشایش پدر ناامید شدند. ناگزیر به تهیه سپاه و مقابله با منوچهر برخاستند. جنگ میان دو لشکر در گرفت. روز نخست پهلوانی از سپاه ترک به میدان آمد و با قارن و سام پنجه در پنجه افکند و سرانجام به دست سام کشته شد. روز بعد جنگ سخت‌تر از روز پیش آغاز گردید. سپاه تور در تنگنا ماندند و ترک که توان نبرد در خود ندید قصد گریز کرد.
منوچهر از پس او تاخت و او را به نیزه از زین برگرفت و به زمین افکند و سرش را از تن جدا ساخت و آن را با نامه فتح نزد فریدون فرستاد. پس روی به سلم آورد تا سپاه او را نیز در هم بشکند. با قارن سردار خود به مشورت پرداخت که سلم در میان دریا دژی دارد، سخت استوار و محکم. اگر بدانجا رود دستیابی بدون ناممکن خواهد بود. قارن چاره اندیشید. انگشتر تور را گرفت و با پیامی مجعول برای دژدار قلعه از قول تور در لباس ترکان به جانب قلعه روان شد و با کشتی به آنجا رفت و انگشتری تور را به دژدار قلعه نشان داد و گفت که فرستاده تور است و باید در محافظت قلعه وی را یاری کند. اینجا دیگه گول زدن اومد وسط. اینجا دیگه گولشون زدن. مبادا ایرانیان به دانجا حمله آورند و تصرف کنند. دژدار فریب خورد و او را به قلعه راه داد. قارن با سپاهیان قرار داده بود که چون به دژ داخل شود درفش خود را بر فراز قلعه برافرازد. سپاهیان ایران روز دیگر چون درفش قارن را بر بام قلعه در اهتزاز دیدند به قلعه حمله بردند و آنجا را گرفتند و با خاک یکسان کردند. قارن با پیروزی نزد منوچهر آمد. در این هنگام نبیره ضحاک به نام کاکوی به یاری سلم از راه رسید. قارن قصد کرد که با او نبرد کند، اما منوچهر خواست تا خود به نبرد کاکو رود و به قارن که از تسخیر دژ کوفته و فرسوده باز آمده بود دستور استراحت داد. جنگی سخت در میدان میان کاکو و منوچهر در گرفت. سرانجام نبیره ضحاک به دست منوچهر کشته شد. سلم که دیگر یاوری نداشت به قصد پناهگیری در دژ میان دریا بدان سو شتافت، ولی چون به کنار دریا آمد اثری از دژ و دژدار ندید و در این میان منوچهر که با سپاه در پی او تاخته بود آنجا رسید و در همان گرمی بر سلم تاخت و تیغی بر او زد و او را از پای درآورد و سرش را با نامه فتح نزد فریدون روانه ساخت. سپاهیان سلم امان خواستند و گفتند در کشته شدن ایرج دخالتی نداشتند و این جنگ نیز دلخواه خود نیامدند. منوچهر آنان را بخشود و با غنایم به دست آمده نزد فریدون بازگشت. شاه پیر با آنکه از این فتح و پیروزی خرسندی نشان داد، در باطن از کشته شدن سه پسر خویش غمگین و افسرده گشت، زیرا سر بریده هر سه پسر را در برابر خود میدید و جزداری نهانی کاری نمیتوانست کرد. دیری نگذشت که فریدون از جهان رفت. برایش دخمه‌ای ساختند و منوچهر هفته‌ای به سوک او نشست و بزرگان و سپاهیان و مردمان برزن و بازار ماتم او را سخت نیکو داشتند. این داستان با سخنان استاد توس که همیشه اینجا اینو میگه در جهان و کردارهای پررنگ و نیرنگ او و آفرین و درود بر کسی که از اون نام نیک و کار نیک به یادگار ماند، خواه بنده باشد و خواه شهریار پایان میگیرد. دیگه حالا فریدون همینطوری فوت کرد، فریدونی که ضحاک رو کشت. این از داستان پسراش. بعدش پادشاهی منوچهر اونم میخونیم، قشنگه.